از قدیم الایام جا افتاده که نرخ دیه در ماه محرم 2 برابر محاسبه میشه. باید بگم که این موضوع صحت نداره. اولا اینکه ماه‌های حرام 4 تاست: محرم، رجب، ذوالحجه و ذوالقعده، که در این ماه‌ها دیه نفس به میزان 1/3 افزایش پیدا میکنه. 1/3، نه 2 برابر دیه، 1/3 دیه افزایش پیدا میکنه، اونم فقط برای دیه نفس. یعنی اگر خدای نکرده یک شخص فوت بکنه دیهش افزایش پیدا میکنه تا میزان 1/3 و برای بقیه دیه ها تأثیری نداره. حالا چه در روزهای عادی 1,200,000,000 تومان برای یک شخص کامله که با احتساب 1/3 افزایش در ماه محرم 1403 دیگه 1,600,000,000 تومان محاسبه می شد.